الان به عنوان این مجموعه که 3 سال پشت سر گذاشته فوق‌العاده به نظر من موفقه. سعی کردیم که اطمینان مردم رو جلب بکنیم و اتفاقا یکی از مسئولیت‌هایی که ما به دوشمون احساس می‌کنیم برای مجموعه زیما اینه که بتونیم تو استان‌های مختلف کار با کیفیت انجام بدیم. از توی زیما برای ما این بوده که وقتی یه ساختمان رو میسازیم داریم یه چیز میآفرینیم و این آفریدنه باید بتونیم امضامون رو زیر کار بزنیم. هم برای مملکت مؤثر باشیم، هم برای خودمون حتما هم منفعت اقتصادی ببریم. خیلی امیدوارم که بتونیم صادرات خدمات مهندسی داشته باشیم به کشورهای همسایه. پایه‌اش اینجوری گذاشته شده که موفق باشه. خیلی برام این قضیه جای شکر و شگفتی داره که چقدر این مجموعه عوامل خوب دست به دست هم داد تا به این نقطه‌ای که الان هستیم برسیم. امیدوارم شیب رشدمون در سالهای آینده کندتر نشه. و زیما شد.